بسم الله الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن ام خالد بنت خالد ابن سعید رضی الله عنه. ام خالد رضی الله عنها میگه که اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدم مع ابی و امرای پدرم و علی قمیص اصفر، و میگه من یک پیران زرد داشتم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که سنه بسیار مقبول است، بسیار مقبول است. و هی بالحبشیه حسنه، و ای در زبان حبشی می سنه یعنی بسیار مقبول است، مقبول است. فذهبت العب بخاتم النبوت، میگه من رفتم با امرای خاتم نبوت یعنی مهر نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کردم؟ ساتری میکردم. فزبرنی ابی، یعنی پدرم مرا گرفت که یعنی مانع شد یا که مرا مانع شود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که دعها بگذارش. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ابلی و اخلفی، ثم ابلی و اخلفی، ثم ابلی و یعنی و اخلفی، یعنی تو پیران بپوشی او را کنه کنی و لباس بپوشی او را کنه کنی و لباس بپوشی او را کنه کنی. یعنی حتی یک قسم بر از او دعا هم کرد این لباسکایی که بپوشی و کنه کنی، بپوشی کنه کنی، بپوشی کنه کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.